برنامه خبری و تحلیلی از رادیو آزادی. درود بیننده عزیز. در این نشر برنامه همکارانم از دوشنبه و پراگ آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را خلاصه کردند. امروز 20 اپریل است. به سرخط خبرها توجه کنید. مقامات رسمی به مهاجران تاجیک هشدار دادند که ممکن است هنگام ورود بر روسیه تلفن‌هایشان را تفتیش کنند. هدف از این کار چیست؟ که ما توجیک‌ها را همجا کم کردن، این تک ما را کم کردن، شاید که ممکن کمی کم کنن. همونجا ما هدفش همیه. بحران در خاورمیانه. ایران شرکتش در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد را رد کرد. و عکسی صدای جنگ در ایران و بحران خاورمیانه تا به تاجیکستان هم رسید. قیمت گاز و بنزین بالا رفته به جیب مردم ضربه زده است. دورنیم سنبود اینا مثال گاز 530 درهم خیز. وزارت مهاجرت تاجیکستان به مردم هشدار داده است که وقتی سفر بر روسیه در فرودگاه‌ها به درخواست ماموران امنیتی برای تفتیش تلفن‌هایشان مخالفت نکنند، زیرا آنها را به روسیه راه نمی‌دهند. مقامات روسیه سال 2025 حق پیدا کردند که تلفن خارجیان را تفتیش کنند که آنها چی می‌خوانند و چی می‌بینند. مهاجران می‌گویند از این گونه تفتیش‌های ماموران فیسبی به داد آمدند. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. تلفن همراه ماها باز برای مهاجران تاجیک هنگام سفر به روسیه به یک درد سر تبدیل یافته است. بعضی از مهاجران میگویند برابری رسیدن به فرودگاه‌های روسیه تفتیش و تگرو کردن تلفن‌ها سر می‌شود و گاهی سبب اخراج آنها می‌گردد. سب باشه اگه مقصد تلگرام باشه، اگه مثلا اگه چیزای پلیونی باشه، همین اسلامی باشه، به فکرم وای میکنن مقامات تاجیکستان 16 اپریل با نشر اعلان به مهاجران توصیه دادند که برای تفتیش تلفن و دستگاه‌های دیگری الکترونی در گذرگاه‌های سرحدی روسیه مانع ایجاد نکنند. به تاکید نمایندگی وزارت کار و مهاجرت، مرزبانان روسیه حق دارند که هنگام درآمدن به این کشور تلفن و کامپیوتر هر نفر را تفتیش کنند. هشدار داده شده است که در صورت سرکشی از این امر مرزبانان، مهاجران می‌توانند جریمه یا تا 15 روز حبس شوند. چندی از مهاجران و حقوقدان‌هایی که رادیوی آزادی با آنها هم صحبت شد، این عمل مرزبانان روس را پایمالی حقوق دانستند. Уже личные данные требовать میکنن، خیلی باید نباشن. حق ندارن پرسیدن خیلی چیزا را. даже پاسپورت حق ندارن در دستشو گرفتن. مهاجران میگویند در فرودگاه‌های روسیه برای تفتیش تلفن ساعت‌ها انتظار میمانند. مرزبانان با واتساپ، تلگرام و مسنجر یا پیام رسان‌ها در آمده عکس و نواری داخلی آن را میسنجند. گفتن تلفنش گرفتن و اینمی غم وجودن بعد غمتیشو بنهایت زیاده. بنهایت. بردن اینا مراد دپارتاسیون کردن، 14 روز محکم کردن، بعد 14 روز باور کنی رنگم یا چی بوری آوردن ای گرانیسا بیرون کردن. دیگه دالش ختم بدونه و دوی است. مصاحبه دیگری ما میگوید سنجش‌های طولانی سبب شد که بلیتش را به یک شهر دیگر از دست داد. قانونی همه چی رسمی بود، اما به پاتنت به دکمنت نمیگردوند اونجا. رفتم روی امی پرویرکشون در مسکو аэропорт قپیدم، بعد 3 ساعت 4 ساعت پرویر کردم، اون بلیتم سوخت، 2 ساعت پس بود سوخت بلیتم. با مجبور شدم خودم بلیت گیرم رو. هدف از تفتیش تلفن مهاجران در فرودگاه‌های روسیه رسما تأمین امنیت و مقاومت با افراط‌گرایی گفته می شود، اما به اندیشه بعضی از مصاحبان ما که سالها در مهاجرت بودند مقصد چیزی دیگر است. که ما توجیک‌ها را همجا کم کردن، این تک ما را کم کردن، شاید که ممکن کمی کم کنن. همونجا ما هدفش همیه. با این حال رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت میگوید تصمیم قاعده‌های نو هم نمیتواند روند مهاجرت تاجیکان را به روسیه سست کند. به تاکید او مهاجران باید این قاعده‌ها را دانند و اجرا کنند. ما در اونجا با خواهش خودمون که میرویم تمام قاعده‌هایی که در روسیه هست ما باید حتما اجرا کنیم و این هیچ وقت
شماره مهاجران تاجیک روسیه کم نمیشه. سالهای اخیر در روسیه تفتیش و بازداشت و حبس و اخراج مهاجران افزوده دهها قانون و قاعده نو قبول شد که کار و زندگی آنها را سخت و دشوار کردند. سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ سال 2025 آن را زندگی در ترس و تحقیر نامیده. از حکومت روسیه خواست نگذارد حق و حقوق مهاجران زیر پا شود، درخواستی که ظاهراً مسکو نادیده گرفت. مقامات ایران شرکت خود در مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد پاکستان را رد کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران امروز به خبرنگاران گفت که فعلا هیچ تصمیمی برای رفتن به دور دوم مذاکرات را ندارند. از این پیش دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته بود که هیئتی را برای گفت و شنود با ایران به پاکستان فرستاده است و اگر آنها شرطها را نپذیرند حمله نظامی ادامه خواهد یافت. همکارم خیرامان بقازاده با تفصیلات بیشتر. ایران در حال گفت و شنود با ایالات متحده آمریکا را رد کرد که نظامیان آمریکایی یک کشتی تجاری ایرانی را راه ندادند که از تنگه هرمز عبور کند. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در شبکه‌های اجتماعی نوشت که کشتی در اختیار آنهاست و خواهند دید که در داخلش چی هست. ایران این حادثه را یک دلیل رد گفتگو با ایالات متحده آمریکا دانسته است. در مورد دور بعدی برای مذاکرات ما برنامه‌ای نداریم. تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشد. تنگ هرمز را در آغاز جنگ ایران به روی کشتی ها بست ولی خودش از این راه بار انتقال میداد. ایالات متحده آمریکا حالا به کشتی های ایران اجازه نمیدهد که از این آبراه عبور کنند. تا آغاز جنگ 20% ذخیره های نفت جهان از کشورهای عربی طریق این آبراه انتقال می‌یافت. بستن این راه اقتصاد دنیا را به مشکل گرفتار کرده است. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل روز 28 فوریه به ایران حمله کردند. ایران در پاسخ به اسرائیل و کشورهای عربی همسایش که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند با پهپاد و موشک حمله کرد. 2 هفته پیش ایالات متحده آمریکا آتش بس اعلان کرد تا با ایران گفتگو کند. شرط‌های ایالات متحده آمریکا این است که ایران از برنامه هسته‌ای و ساختن موشک‌ها دست کشد و گروه‌های مسلح را در خاور میانه سرمایه‌گذاری نکند. دور اول گفتگو در پاکستان نتیجه نداد و اگر دور دوم برگزار نشود، نرخ نفت در بازار جهانی باز هم بالاتر خواهد رفت. مهلت آتش بس هم این هفته به پایان می‌رسد و اگر آن ادامه نکند، دوباره آتش جنگ منطقه را فرا خواهد گرفت. بحران خاورمیانه و بخصوص بستن گلوگاه هرمز به وضع زندگی مردم در تاجیکستان بی تاثیر نماند. در چند روز گذشته قیمت بنزین و گاز که تاجیکستان از بیرون می‌خرید بالا رفت. حالا مردم از بالا رفتن قیمت همه چیز صحبت می‌کنند. اگر وضع همین گونه ادامه یابد به گفته مصاحبان رادیو آزادی ممکن است زندگی مردم عادی دشوارتر شود. علیشیر ظریفی گزارش می‌دهد. нархи гази моеъ ва бензину солярка дар чанд рӯзи охир дар шаҳри душанбе гарон шудааст. кормандон ё соҳибони нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ афзоиши нархро тасдиқ намуда вале нахостанд дар ин бора ҷузъиёт диҳанд. ронандагон аз таъсири болоравии арзиши сӯзишворӣ изҳори нигаронӣ карданд. байни як ҳафта дака тай 60 дирҳам қиматтар шид солярка. дигароша ростӣ ман заправка намегам то қами солярка ки ҳастаид ҳамун 60 дирҳам қиматтар шид. ҳамин нарх хез дака дар баробари сӯзишвории дизелӣ муштариёни бензин ва гази моеъ низ гуфтанд ки болоравии нархи ин ду навъи маводи сӯхтро эҳсос намуданд ва гароншавӣ ҳамчунон идома дорад. 4.5 сом буд ина мисоли гап газ 5 сом 30 дирҳам хез чиз 9 сом 80 дирҳам буд саралкаи сӯзишворӣ ина ҳозир 11 ва 20 шуда бензин ҳам 9 сом чанд дирҳам 10 сом чанд дирҳам шуда. ҳар гуна тағйирот дар нархи маводи сӯхт бахусус газу бензин ба ҷайби мардуми тоҷикистон бетаъсир намемонад. ба зиндагӣ зарари талон наёфтад каҷон барои чӣ 40 дирҳам 250 дирҳам кироя кӯрӣ намегирад дар нархнамо. кормандони баъзе аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ гуфтанд поин ё боло рафтани нарх аз онҳо бастагӣ надорад, балки ин раванд аз бозори берунӣ вобаста аст. яке аз онҳо бе зикри номаш дар суҳбат ба радиои озодӣ афзоиши нархи сӯзишвориро оқибати ноамниҳо дар эрон номид. мақомоти тоҷикистон то ҳол дар бораи паёмадҳои низои беш аз як моҳа дар халиҷи форс ба иқтисоди кишвар расман чизе нагуфтанд.
ناآرامی‌ها در ایران و چندی از کشورهای دیگری عربی که از منابع اساسی صادرکننده نفت به حساب می‌روند، ارزش سوزشواری را در بازار جهانی تغییر داده، چون این وضع به نظر اقتصاددان حاجی محمد عمروف به بازار تاجیکستان هم بی‌تأثیر نخواهد ماند. بازار سوزشواری تاجیکستان پایبند بازار بیرونی بوده، به اطلاع رسمی سال 2025 در حجم 1,212,000 تن محصولات نفتی به کشور وارد کرده شده است. تاجیکستان قریب همه سوزشواری مورد نیازش را از روسیه و قزاقستان می‌خرد. و برمیگردیم به تاجیکستان و موضوع دیگر. دادگاه تاجیکستان سال گذشته هر روزی درخواست تقریباً 10 پدر و مادر را قانع کردند که می‌خواستند دختری به بلاغت نرسیده خود را به شوهر بدهند. تمایلی که حامیان حقوق از جمله وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را سخت نگران کرده است. همکارم طاهری سفر این موضوع را پیگیری کرد و پیش از برنامه از او درباره پدیده ازدواج‌های برمحل در تاجیکستان پرسیدم. بنا به آمار دادگاه عالی سال 2025 در تاجیکستان بیشتر از 3300 دختر نابالغ ازدواج کردند که نکاح برمحل و خطرناک برای آینده خود دختر به حساب می رود. با این حال آمار سال گذشته بیانگر کمتر شدن ازدواج دختران یا پسران تا 18 ساله در تاجیکستان بوده است، چون سال 2024 احوال از این هم بدتر و دیگر بوده است. بر طبق آمار رسمی سال 2024 به بیشتر از 3800 دختر در تاجیکستان اجازه دادند که قبل از سن قانونی ازدواج شوهر کنند. به عباره دیگر سال 2024 روزانه در تاجیکستان بیشتر از 10 مراسم عروسی برگزار شده است که در آن همسر و یا کلین خانواده هنوز 18 ساله و بالغ نبودند. سبب‌های اجازه دادن هم گوناگون است. بعضی‌ها سبب می‌آورند که بسیار کم بیزاد هستند و توانایی تامین شرایط مناسب زندگی را برای دختر خود ندارند، ولی یک وکیل دفاع تاجیک در صحبت با ما گفت که دادرس‌ها دیگر چنین دلیل را کمتر به اینابت می‌گیرند، زیرا فهمیدند که والدان آن را فقط برای بهانه برای زودتر به شوهر دادن دختر پیش می‌آورند. بعضی از والدین سبب می‌آوردند که یکی از آنها بیماری بی‌دوا دارد و می‌خواهد ازدواج فرزندش را بیند، یا مثلا دختر فقط نکاح اسلامی بسته و فرزنددار شده است ولی عقد نکاح رسمی ندارد. البته این کار در تاجیکستان غیر قانونی است و جزا هم دارد، ولی هنوز هم دیده می شود. مثلا وکالتدار حقوق انسان گفته است سال گذشته 20 مورد به اجازه به شوهر دادن دختران نابالغ و 27 مورد عقد نکاح با فردی هنوز به سن 18 نرسیده ثبت شده است. از همکارم همچنین خواستم به ما و شما بگوید که عاقبت این گونه ازدواج ها چی هست و حکومت برای پیشگیری از ازدواج دختران نابالغ چه کار میکند؟ بیشترین نکاح‌های برمحل در ناحیه‌های دوردست و کوهستانی و به خصوص در دهات به مشاهده می‌رسیده است، چون تاثیر عرف و عادت‌های محلی و ترس از افکار عموم هنوز قوی است. اگرچه در شهرها کمتر است، ولی باز هم والدین بودند که با آرزوی آنکه زودتر بابا و بیبی بشوند دختر نابالغ خود را به شوهر می‌دهند. درباره عاقبت‌های ازدواج‌های برمحل بیشتر طبیبان هم اظهار نگرانی می‌کنند، زیرا با گفته آنها دختری 17 ساله برای تولد آماده نیست و خطر فوت مادر و کودکش بسیار زیاد است. پیامدهای دیگر هم برای هم دختر و هم برای والدین و جامعه البته عاقبت‌های اجتماعی است. تحقیقات در این زمینه در گذشته نشان داده است خانواده‌های زیادی در تاجیکستان هستند که دختران جوان و بی تجربه خود را زود به شوهر می‌دهند و دختران تحصیل ناکرده و بی تجربه در عائله سنتی دیگر وظیفه‌های خود را اجرا کردن نمی‌تواند و عاقبتش هم جدایی و بی سرنوشتی دختران است. خود وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان هم در گزارشش سرنوشت یک دختر را از دوشنبه نمونه آورده است که برای به یتیمخانه سپردن کودکش از امبودسمن یاری خواسته است. در نهایت معلوم شده است که دختر را مجبوراً به مرد نکاح کردند و او نابالغ بوده است. از دست شوهر جبر و ستم زیادی با یک طفل جدا شده است و حالا می‌خواهد کودک را به یتیمخانه بدهد و برای پیشبرد زندگی به کار مشغول شود. کمیته کار با زنان در تاجیکستان همواره میگوید که برای پیشگیری از نکاح‌های برمحل تدبیرهای زیادی هم میاندیشند، برای بالا بردن آگاهی مردم ترغیبات میبرند، اما حامیان حقوق این همه را ناکافی میشمارند. 2 سال پیش کمیته محو خشونت و زورآوری به زن با نگرانی از زیاد بودن ازدواج نابالغان در تاجیکستان به حکومت توصیه داد که دیگر همه گونه استثناها برای پایان بردن سن ازدواج را از بین بردارد، اما آنگونه که می‌بینیم استثناها باقی ماندند. استثناهایی که راه را برای دادگاه‌ها باز کردند که سال گذشته به هزاران پدر و مادر اجازه بدهند دختران نورس و نابالغ خویش را به خانه شوهر بفرستند.
سپاس از همکارم طاهری سفر. تفصیلات بیشتر این موضوع رو در وبسایت رادیوی آزادی بخوانید. و اینجا اخباری آزادی به پایان رسید. تا برنامه‌های دیگر خدا نگهداری شما باد.